از ناموزگم کرده مثل محمد اقبال صدرالدین دیگر چی را میتوان انتظار شد؟ در نهاد او شخصیت جایگاه خود را گم کرده است. از نشانه های مردی برایش تنها همان واژه نشان دهنده حیثیت جنسی باقی مانده است که در ورقه شناسنامه‌اش ثبت است. محمد اقبال صدرالدین ثمره میوه تلخ نهال جنگ است. سخن اینجا تنها درباره او نمی رود. حادثه بر سر او آمده باید نفرت همگان را نسبت به جنگ به وجود آورد. این فاجعه ملی است که نورس را غلام پدیده منفور و شرم‌آور دایره های افراطی موجوده بچه بازی گردانیدند. این غلام دیگر حیثیت و شرف ندارد. مفکوره غلامی و مبلغی از حساب آن دریافته دیگر برایش امکان نمی دهد که از مقدسات سخن گوید. حتی اسلام او در نوک زبانش است، نه در عمق قلب. اگر مسلمان حقیقی می بود از تهمت، غیبت، دروغ، دشنام، ناسزا، بدنام کردن دیگران، رنجانیدن، عیبجویی، سخنچینی، ریا در گفتار، شهادتی بر دروغ، خبری را ندانسته پهن کردن، سوء استفاده دین و مذهب، با مکر و فریب قرضدار، کساد و خانه ویران کردن مردم پرهیز می کرد.